بینندگان گرامی، یک استراحتی گرفتیم، دو مرتبه در خدمت شما گرامیان هستیم عزیزان. جناب دکتر اگه اجازه بدین به پرسش‌های خودم من ادامه بدم. پرسش‌ها بسیار هستن. خواهش میکنم تا اونجایی که من میدونم جناب علی یک سفری به استرالیا داشتیم و یه مدت اونجا زندگی کردیم و کلاً اصلا انگیزه جناب علی برای چی بود که بریم استرالیا و چی کار کردیم اونجا؟ به چه گونه بود؟ داستان از چه وجهه؟ در مدتی که ایران بودم با یک دوست ارجمندی آشنا شدم که فرزندان ایشون در مدتی که ایشون 2.5 سال زندان بودن به این دلیل که اومده بودن ترکیه، گروهی از وابستگان به نظامیان و افرادی که در تشکیلات سیاسی زندیان در تشکیل اویسی کار میکردن دیدار کرده بودن، در مراجعت 2.5 سال زندان گرفته بودن این سرکارخانه. روزهای نخستی که من وارد تهران شدم خواهرم از من خواست به ایشون کمک بکنم، به ایشون کمک کردم، از زندان آزاد شدم. البته از اون دوستان با نفوذ کمک گرفتم، بعد هم دنبال کار میگشتن، در دفتر حقوقی خب مشغول شدن، ارتباطاتمون نزدیک شد. به ایشون وعده کردم که یک روزی ایشون بتونن پاسپورتی داشته باشن که با اون پاسپورت بتونن برن استرالیا، چون پاسپورتشون گرفته بودن و 10 سال ممنوع الخروج بودن. من کمکشون کردم و مشکلشون برطرف شد. بچه‌هاشون استرالیا بودن، آرزوشون این بود که یه روز برن بچه‌هاشون رو ببینن. ما ویزای استرالیا رو گرفته بودیم، یه چیزی حدود نزدیک 10 ماه تا 1 سال هم منتظر فرصت بودیم که بتونیم یک دیدار 1 ماهه داشته باشیم از بچه‌هایشون. اومدیم استرالیا به دنبال اون گرفتاری‌هایی که پیش اومد خدمتتون عرض کردم در اون دعوای حقوقی با خانم ربابه یمینیان. اومدیم 2 هفته هند بودم، بمبئی بودم، ایشون به من پیوستن و اومدیم روز 4 جنوری 1990 وارد استرالیا شدیم و خب ایشون بچه‌هاشون رو پیدا کردن و خیلی خوشحال بودن که از اینکه بچه‌ها پیوستن. منم اونجا بودم، تلاش می‌کردم با دانشکده حقوق، گفتم تلاشم با برخورد با آقای اعلم الهدی در سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا به جایی نرسید، پاسخی از ایشون نگرفتم و تلاش می‌کردم با دانشکده حقوق و کانون وکلای ملبورن و استرالیا خودم رو بپذیرونم. هزینه سنگینی می‌خواستن که این هزینه برای من امکان نداشت، نمیتونستم فراهم بکنم. به این در میزنم بلکه میتونم یه راه زندگی طبیعی داشته باشم در سایه فعل انفعالاتی که به عنوان یه پناهنده تازه سیاسی در استرالیا داشتم. روز 14 جولای 1990 یک خواب شگفت‌انگیز من رو با مسیح خداوند آشنا کرد. این خواب یه تغییر خاصی در زندگی من داشت که من از 15 سالگی که با مسئله دین به طور کلی آرام آرام فاصله پیدا کرده بودم تا سن 45 سالگی برسم کم و بیش میتونم ادعا کنم که با دین میانه‌ای نداشتم. دین گریز بودم، نه اینکه ایتئیست باشم، ولی به هر حال با دین میانه‌ای نداشتم. باور داشتم که خدا ساخته آدم‌های ناتوانه که نمیتونن دست به زانوی خودشون بزنن و زندگی خودشون رو بسازن و اراده استوار برای ساختن فضای بهتر داشته باشن. ولی این خواب، این ویژه یک حالت خاص روحانی عاطفی در ذهنیت من به وجود آورد. مسیح رو پذیرفتم به عنوان سازنده همه زیبایی‌ها، همه مهرها، سرچشمه و رستنگاه همه دوستی‌ها، راستی‌ها و درستی‌ها. با دین آشتی کردم. مسیح خداوند من رو به خودش نزدیک‌تر کرد. هرچی که پیشتر می‌رفتم این ارتباط نزدیکتر می‌شد. با ملبورن چرچ آف کرایست ارتباط برقرار کردم. به تدریج علاقه‌مند شدم انجیل و تورات رو به زبان پارسی بخونم. با کلیسای الفینگتون با کلیسا که انگلیکن در محله الفینگتون ملبورن آشنا شدم و آقای کشیش خلیل رزمارا از من خواستن که اوقات بیشتری رو برای کلیسا بذارم. کار به اینجا کشید که به هر روی از من خواستن که دوره
کشیشی رو برای کلیسای انگلیکن ببینم و در دانشگاه ملبورن دانشجوی تئولوژی شدم در ریدلی کالج. حدود 2 سال اونجا درس خوندم و پایان‌نامه‌ای برای اداره کلیسا و تاریخ تحول اندیشه مسیحیت از آغاز تا امروز گرفتم. البته تزی هم در این زمینه نوشتم مبنی بر اینکه چگونه میشه جامعه شیعه اسلامی رو اونجلایزشون کرد، دعوتشون کرد به انجیل خداوند. این هرچه پیشتر میرفتم این آتش مسیحیگری و مسیح دوستی در درون من بیشتر زمانه میکشید. کتاب آقای پروفسور رابرت موری رو که به نام اسلامیک اینویژن، یورش اسلامی، در دانشگاه پرینستون نوشته بود، این رو به پارسی ترجمه کردم. کار ترجمه مورد توجه جامعه مسیحیان استرالیا قرار گرفت. همون زمانی بود کم و بیش که داستان ترور آقای سلمان رشدی و فتوای قتل مرگ آقای سلمان رشدی رو خمینی داده بود و این بخش داغ روز جامعه تئولوگ‌ها و دینمداران و دینبازان. من این کتاب رو گرفتم و خوندم و در صدد ترجمه بودم، چون می‌دونستم چندین میلیون آدم ایرانی در خارج از کشور هستن و بعدشون نمیاد بدونن چرا آقای خمینی دستور قتل این نویسنده هندی تبار انگلیسی رو داده. من چیز خاصی در اون پیدا نکردم. آیا واقعا این کتاب چیز خاصی بود که فتوای قطعی باید داده میشد؟ رمانی است که ذهنیت آقای سلمان رشدی این رو پرداخت کرده. البته اگر ما خیلی حساس باشیم و این رمان مخلوق ذهنیت آقای سلمان رشدی رو بتونیم انتقال بدیم به یک سری مسائل در تاریخ جهان اسلام، بله میتونه تمثیلی باشه همراه با اینکه مثلا پیامبر اسلام زنان متعدد داشته و در غیاب او زنها چه رقابت‌هایی با هم داشتن و چه روابطی بیرون از حرمسرای پیامبر داشتن. این رو میشه تعبیری کرد از اون چه که ذهنیت سلمان رشدی گفته. یا چرا آیه‌های شیطانی گفته؟ گویا در یکی از موزه‌های انگلیس، لندن یا بریتیش ساینس میوزیم یا یکی دیگر از موزه‌ها که نمیتونم مطمئن نیستم کجاست، اسنادی هست مبین این که یک روزی ابوبکر میاد به پیامبر اسلام میگه، محمد به ابوبکر میگه دیشب به جای وحی از الله به من شیطان وحی کرده. خب چیه چجوره؟ بعد باید جز قرآن بشه. شب دوم شب سوم 3 آیه در کتاب قرآن اولیه قبل از اینکه عثمان این کتاب رو مجموعه رو از همه از دسته شمشیر گرفته تا برگ درخت تا فلان جا نوشته شده اینا رو همه رو جمع کنه یه دست بکنه و قرآن عثمانی بشه، اون 3 آیه شیطانی یا چند آیه شیطانی هم جزء قرآن اولیه پیش از عثمان بوده که امروز در یکی از موزه‌های انگلیس موجود هست. سلمان رشدی به طور ظریفی سوال میکنه با توجه به اون چه که قابل انتقاد هست در جامعه اسلامی میگذره، از کجا معلوم که بقیه آیات هم شیطانی نباشن که ابوبکر از محمد خواسته بود بعدها خواست که نه آیه های شیطانی رو به قرآن اضافه نکن. این یک ظرافت خاصی هست که سلمان رشدی سعی کرده به کار ببره و موجب خشم جامعه مسلمان شده. ولی خب حالا مستندات تاریخیش تا چه حد موثق هست اون بحثی ولی به همون این چارچوب آیه های شیطانی باز گردیم به سفری که جناب عالی به استرالیا داشتیم و در مورد ترجمه این کتاب فرمودین شما اقدام کردیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. روزی تشکیلات امنیتی استرالیا به من یه زنگ زدن و خودشون رو افسر ایزیو معرفی کردن، Australian Intelligence Service یا Organization. رفتم و دیداری کردیم، گفتن که شنیدیم شما کار آقای سلمان رشدی رو دارید ترجمه میکنید به پارسی. گفتم بله. گفتن ما توصیه میکنیم این کار رو نکنید. پرسیدم چرا؟ گفتن که مترجم سوئدی، نروژی، ترک یا ژاپنی یا چه اینها ترور شدن و ما نمیخوایم چنین اتفاقی در استرالیا پیش بیاد. گفتم من پناهنده سیاسی هستم، حافظ جان من شما هستید، کار خلافی من نمی کنم. یک در کتاب ترجمه جامعه ایرانی باید بدونن
در این کتاب چه نوشته شده که آقای خمینی دستور مرگ نگارنده رو داده، اصرار از من، انکار از اونها، گفتگوی دوم و گفتگوی سوم سرانجام نتیجه گرفتیم که اگر شما این کار رو بذارید کنار میتونید برید دانشگاه تاسمانیا، در اونجا فوق دکترای تخصصی یا یک دکترای دوم در حقوق بین‌الملل خصوصی که مورد علاقتون هست بخونید و قانون وکلا هم اونجا کار بکنید، شما رو خواهند پذیرفت و این هزینه $60,000 که باید در دانشگاه ملبورن پرداخت کنید نخواهید پرداخت. من معامله رو پسندیدم، رفتم تاسمانیا، 13 ماه اونجا بودم و نهایتاً یک روزی یک بورس تحصیلی رو دانشگاه اعلام کرد برای یک دوره پژوهشی در دانشگاه اورشلیم، دانشگاه عبری اورشلیم. من کاندید شدم، انستیتوی سر هنری بیکر پشتیبانی کرد، وزارت خارجه استرالیا پاسپورت پناهندگی سیاسی به من داد، یک ویزای آموزشی سفارت اسرائیل داد و روز 22 نوامبر 1994 برای اولین بار وارد اورشلیم شد. این کار 8 هفته‌ای رو در دانشگاه‌های تل‌آویو و اورشلیم انجام دادم. علاقه‌مند بودم 2 هفته بیام خانواده‌ام رو در پاریس ببینم و همچنین برادر و خواهرم رو در امریکا ببینم. منتها اعتبار تاریخ پناهندگی سیاسی زیر 6 ماه بود. به من گفتن آقایون کنسول‌ها باید برید سفارت استرالیا در تل‌آویو 6 ماه دیگه پاسپورتتون رو تمدید بکنید که ما بتونیم به شما ویزای امریکا و ویزای فرانسه بدیم. اومدم با کنسولگری پاسپورت و کارت پناهندگی سیاسی من رو در استرالیا گرفت. هفته دیگه برگرد، هفته دیگه شد، هفته دیگه نهایتاً یک کاغذ به من دادن که متن اون در اینجا در گوشه‌ای از آقایف 7 نوشتم. اینجا نوشتن که you are direct risk for Australian national security, therefore any application will be rejected. یعنی اینکه پناهندگی سیاسی شما موقعاست و هر گونه اپلیکیشن یا هر گونه پرسشنامه‌ای در این زمینه محکوم به رد هست، پذیرفته نیست. و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه در اسرائیل موندگار باشم، چرا پاسپورتی برای بازگشت نداشتم و کارت شناسایی نداشتم و هر دم میتونستم مورد مؤاخذه پلیس قرار بگیرم و امنیتی در اسرائیل نداشتم. چاره‌ای نداشتم جز این که به سازمان ملل متحد در اورشلیم مراجعه بکنم، بگم من پناهنده سیاسی در استرالیا بودم، حضرات منو با اردن بیرون انداختن به خاطر اینکه من میرفتم تو بحثی مسجدها و کلیساها دستی قرآن و دستی انجیل خداوند و من سعی میکردم اون چیزی که باور داشتم در یک مملکت آزاد با مردم در میون بذارم و درگیری‌هایی شد و خوششون نمیاد من کتاب آقای سلمان رشدی رو ترجمه بکنم، منو محترمانه بیرون کردم به بهانه بورس و به بهانه دیدار اسرائیل، یک دیدار پژوهشی تحقیقی برای دانشگاه هوبارت. چند وقت مجموع بودید شما تشریف داشتید در اسرائیل؟ نه، استرالیا. استرالیا روز 4 ژانویه 1990 وارد شدم، روز 20 نوامبر 1994 خارج شدم، یعنی زیر 5 سال. در اسرائیل چاره‌ای نداشتم جز اینکه به سازمان ملل متحد مراجعه بکنم. یک مدتی اونجا رفت و آمد داشتم ولی خب گرفتاری مالی پیدا کردم. همکارانم در این طرف اون طرف دنیا چه در استرالیا چه در امریکا و اروپا نگران بودن. یه سری مکاتبه کردم با این روزنامه و با اون روزنامه، با رسانه ها، به هر روی تلاش کردم راه چاره‌ای برای خودم پیدا کنم ولی خب به استرالیا نتونستم برگردم. سازمان ملل پناهندگی در هیچ کشوری به من نتونست پیدا بکنه. روزی خانم زینا هرمن مستشار اونجا سازمان دائره پناهندگی رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی سیاسی من رو معرفی کرد به اینترنشنال کریستین امبسی، سفارت مسیحیت جهان در اورشلیم، آقای کشیش یامیدن فاندرهوفن که یک کشیش هلندی هست، یک مرد به راستی خداست. من مراجعه کردم به اینترنشنال کریستین امبسی، بعد از اینکه توضیحاتی دادم آقای کشیش برخاست، من رو بوسید و گفت که خداوند تو رو برکت داده و داده و از همه خواسته که این اتفاقات بیفته که تو بیا اینجا خدمتگزار خداوند باشی. ما به دنبال کسی میگشتیم که بتونه بخش تحقیقات تطبیقی دین ها رو در این سفارت انجام بده.
خب یک چک کوچولوی 1800 کرونی به من داد، گفت این باشه برای نیازهای اولیت، چون میدونست من گرفتاری مالی دارم. توضیح دادم. کلید یک آپارتمان رو نزدیک دفتر خودش داد که اتفاقا دفترش نزدیک دفتر آقای نخست وزیر اسرائیل بود، شاید کمتر از 50 متر فاصله، و اون آپارتمان هم درست همون نزدیک هم دفتر سفارت مسیحیان جهان در اورشلیم بود. و من 5 سال با این تشکیلات کار میکردم، کار تحقیق پژوهشی میکردم، فنومن‌ها و تیپیک‌ها و فرضیه‌ها و تئوری‌های جهانبینی اسلام رو با مسیحیت و احتمالاً با یهودیتی که به تدریج داشتم با American Council of Judaism، ربانوت یهودیان ارتدوکس اورشلیم، یهودیت رو 3 سال اونجا کار کردم، یاد گرفتم. این 3 تا فنومن مونوتئیست رو، تک خدایی رو با هم تطبیق میکردم برای اینترنشنال کریستیانیسم. یعنی زبان شیعه فارسی، یعنی شما به گونه‌ای کارشناس ادیان هم هستین، یعنی تحقیقات، کار تحقیقاتی انجام میدید. این کارش که انجام دادم، من مسیحیت رو در اسلام و کلاً بله خب در اسلام که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران فقه اسلامی رو گذروندم، بعد هم دوره فوق لیسانس تاریخ حقوق اسلامی رو در دانشگاه پاریس نوشتم و به هر روز آشنایی‌های مقدماتی و ابتدایی در اسلام داشتم یا به اندازه در رده دانشگاهی. بعد مسیحیت رو 2 تا دیپلم از دانشگاه ملبورن گرفتم و یهودیت رو هم در American Council of Judaism در اورشلیم. بله جناب دکتر، همون که از پیش من خدمت جناب عالی عرض کردم، بینندگان گرامی، همیهنان ما برخی نه همه، اما استعداد عجیب تو شایعه پراکنی دارن. یکی از ایراداتی که به جناب عالی گرفته میشد که چرا فرزند جناب دکتر دانا از این شاخه به اون شاخه میبرن، از دین مثلا مسیحیت که شما در مسابقه کشیش بودین، یه باری که به اصطلاح به دین یهودیت پناه میبرن و این تعویض چیه؟ یکی از ایراداتی که همیهنان و اون شایعه پراکنی کلاً و مخصوصا این پرسش از جناب عالی کردم که شما به گونه‌ای کارشناس ادیان هستید، پس این شوق و این تحقیقات شما واقعا ضروری است که با همه ادیان دنیا آشنا بشید. چرا؟ نه. پاسخ این چرا در چارچوب ذهنی من بسیار ساده است. شما اگر توجه کنید به پیشینه تلاش‌های سیاسی شبه نظامی من علیه سیستمی که در 36 سال گذشته در ایران به پا شده، در فراسای گوناگون می‌بینید که من اون چی که از دستم برمی اومده خیلی خیلی بیشتر از حد یک شهروند عادی انجام دادم، به گواهی تاریخ، به گواهی رسانه‌ها و به گواهی اون چی که انجام شده. من پس از اینکه با دین آشتی کردم و خداوند من رو در فرازی قرار داد که اصولاً دین رو، معنی دین، مفهوم دین رو بهتر بشناسم و بدانم دین یعنی چه، به تدریج متوجه این مسئله شدم که مشکل مملکت من مشکل 1,642,195 کیلومتر خاک مقدس ایران دینی است و با ابزار دین میبایستی فرمولی برای اصلاح مسائل فرهنگی آینده چه دین مدار و دین باز چه غیر دینی پیدا کرد. بنابراین برای اینکه ما این ریشه زهرینی که 1400 سال متاسفانه در خاک مقدس ما ریشه دوانده و موجب پژمردگی‌های فکری، پسماندگی‌های اجتماعی و گرفتاری‌های بزرگی شده که در 1400 سال ما گذشته به پیشانی ما انگ تروریسم در 36 سال گذشته انگ تروریسم خورده و در دوره‌های پیش از پهلوی می‌دونیم ما در چه نکبت سرایی زندگی می‌کردیم. جامعه ما عقب مانده ما چه ضریب بی‌سوادی، چه ضریب عقب ماندگی، چه فقر فرهنگی، چه فقر اجتماعی داشتیم. من اینها رو به باور من بر اساس مطالعه‌ای که در زمینه‌های گوناگون و در افت و خویس‌های گوناگون تاریخی دینی در ایران پیدا کردم باور کردم که این اونچه که ما شیعه می‌خوانیم موجب زیان بسیاری به کشور ما، ملت ما شده. بنابراین همین مسئله ببخشید میره فرموش شد. من به اون یه پرسشی دارم جناب عالی در بعدها از شما خواهم کرد، اما فعلا میخوام بپردازم به این مسئله که شما در اسرائیل که فرمودید میدارن به چگونه مثل با اون که به اصطلاح کشیش شما
یا چیزی که تماس گرفتیم و چکی به شما داد و خونه‌ای به شما داد که در نزدیکی آپارتمانی بود و حتی من توی مجلات یا عکسایی که دیدم شما عکسایی بود نخست وزیر اسرائیل داشتین که حالا ایشون ما خواهیم داد و کلا با اشخاصی که توی اسرائیل زندگی میکنن سرشناس بودن حتی رئیس جمهور اسرائیل. خب اینا دیگه مقدار بر ما توضیح بدید. من مجبور هستم برگردم برای این پاسخ به این پرسش به همون دنباله همون چیزی که قبلا عرض کردم. به هر حال این فرمول رو من پیدا کردم که حل مسئله ایران از نظر فرهنگی یک مقداری خواه نخواه چه ما بخواهیم چه نخواهیم سرشته در مسئله دین و مذهب هست. بنابراین کسی میتونه پاسخ صریح، سالم، درست، خردمدار و خردپسند برای نسل فردا بده که صلاحیت رسیدگی و گویش در زمینه مسائل دینی داشته باشه. بنابراین ما چند تا آیت الله میشناسیم که به صورت آکادمیک و عملی مسیحیت، یهودیت، کیش اشور زرتشت اسفندمان و بهاییت و دیگر خرده‌ریزهایی که در اطراف این چند فرضیه اصلی دارن واقعا بتونه بپردازه و پاسخگو باشه. آنچه که میبافن این جماعت در چارچوب خرد پذیرفته نیست. بنابراین باور من این بود که مسیحیت رو به طور عملی هم در کلیسا، هم در میان مردم، هم در دانشگاه میبایستی آموخت و ارتباط باشون داد. یهودیت رو به همین ترتیب کیش زیبای اشور زرتشت اسفندمان پارسی که چکیده میشه در گفتار نی، پندار نی و کردار نی که میبایستی خوب شناخت. رستاخیز بهاییت رو که در سال 1844 آغاز شده و تلاشش این بوده که جامعه رو به سوی یک بهسازی هدایت بکنه و تلاشش بوده که از پارامترهای بیگانه‌گرایی در دین بکنه، بریده بشه و جامعه رو آبستن یک تحول تازه بکنه. آشنایی با هر کدوم از اینا بر دریافت و کشیدن ریزکاری‌های زیبا و سازنده‌اش برای درگیر شدن آکادمیک علمی با تعصب‌گرایی شیعه میتونه یک ابزار کارا و سازنده باشه برای نسل آینده. این بود که تلاش من این بود که با دین‌های گوناگون هم در دانشگاه، هم در نیایشگاه، هم به صورت آکادمی، هم به عنوان یک سرباز جدی و جنگجو تلاش بکنم. به این دلیل بود که جنبش جهانی مهر دوستی رو برپا کردم که یک انجمن یا یک انستیتوی بین‌المللی اینترکالچورال، همه فرهنگی، همه دینی و همه زبانی است. با این امید که این جامعه زرتشتی یهودی مسیحی به ویژه که در 1400 سال گذشته در میان ایرانیان ستم بیشتری از طرف دستاندرکاران شیعه و دین بیگانه در ایران دیدن، اینها روزی بتونن متفق بشن، متحد بشن، یک دست بشن، نه اینکه در دینهای هم دخالتی داشته باشن، بلکه نیروی بشن که در یک آینده فرضی بتوانند این دندان زهرین تشیع رو بکشن و اونها رو وادار بکنن به عنوان مردان و زنان دینمدار آزادی اندیشه رو چه در گزینش دینی چه در گزینش آرمان‌های سیاسی اجتماعی بپذیرند. بنابراین اون تلاش‌های سیاسی در گذشته جانشینش این شد که ما با ابزار تئوریک دین میتونیم دین متاسفانه قابل انتقادی که در کشورمون در 1400 سال گذشته عمل کرده، این قده چرکین رو بیوپسی کنیم، بکنیم با کارد تیز خرد بذاریمش کنار. ببینید ما در 1100 سال پیش از اون 1400 سال مردان و زنان سرور جهان بودیم. فردریک نیچ در چون این گفت زرتشتش میگه یاد بادان خجست روزگارانی که ملتی در آن میگفت من میخواهم سرور ملت‌های جهان باشم. چه شد که سرور ملت‌های جهان به دیوار الله اکبر دچار شد و 1400 سال نمیتونه نیازهای آغازین خودش رو ابتدایی خودش رو برطرف بکنه و همیشه یا از دندان مغول یا از دندان تاتار یا از افغان یا بعد هم کشتی‌های توپدار انگلیسی آویخته بوده و هم شمالش رو روس‌ها کنترل کردن، جنوبش رو انگلیس‌ها کنترل کردن تا اینکه به فتنه و به نکبت قاجارها برخورد کردن تا پهلوی‌ها اومدن رنگ و روی تازه‌ای به این مملکت بدن. این گرفتاری دینی رو با ابزار تیز و برنده خرد همراه دین ما میتونیم معالجه کنیم در نسل آینده ایران. بنابراین این ساده دلانی که به من خورده میگیرن یه روز مسیحی، یه روز بهایی، یه روز زرتشتی، یه روز مسیحی معلوم، بهایی چی، یهودی معلوم چی، من به اونها میگم خوش به حالت. شما که اینقدر یک ارزان خرد ندارید بدونید اونچه که در زیر سقف اندیشه من میگذره صرفاً و صرفاً تنها و تنها برای رهاندن نسل فردای هممیهنان هم هست
نمیتونید این رو بفهمید. این گرایش از این شاخه به اون شاخه پریدن نیست. این یک بینش فکری، یعنی یک نگاه آنالیتیک است برای بررسی حقایق زندگی که در کشور ما باعث پژمردگی و پسماندگی فکری، صنعتی، حرفه‌ای، آموزشی، اخلاقی و تمام مظاهر سازندگی در جهان نو شده. ما رنسانس 500 سال جامعه غرب ساخته، ما همش در جا زدیم، هی عقب افتادیم، هی عقب افتادیم، هی عقب افتادیم، به خاطر اینکه آیت الله گفته پای چپ تو توالت اول میذار، پای راست تو بعد، یا نمیدونم پشت و پیش تو چطور تمیز بکن، چطور کلوخ بمان، مزخرفاتی از این دست. این دین رو دین مداران راستین که باور دارن دین اخلاق گرایی، پاکی، درستی، راستی، فروتنی و به راستی ساختن جهان امروز است. آسمان تا فرو نریزه زمین ساخته نمیشه. بنابراین از اونجا میبایستی برید زمین رو ساخت. اخلاق رو روی زمین در میان زمینیان پیاده کرد. بنابراین اون ساده دلانی که گمان میکنم من یک روز بهایی و یک روز مسیحی و یک روز زرتشتی و یهودی هستم، هزار افسوس از گمان‌های پوچ با پوزش من نه حقیقتش من خودم حالا به هر روی حالا البته شغل من ژورنالیستی نبوده، ولی خب این رشته رو یاد گرفتم آموختم، باید کاملا با کمال بی‌طرفی اگر چیزی هستش اینا با شما در میون بذارم با پوزش که این سپاس از نکته‌ای که عنوان فرمودید و امیدوار هستم این پاسخی باشه برای همه دوستان، یاران، دور نزدیک، آشنا و غیر آشنایی که از من انتقاد میکنن و هنوز نفهمیدن که یهودیت یعنی چی، مسیحیت یعنی چی، زرتشتیت یعنی چی، بهاییت یعنی چی. راستی هایی که در درون هر یک از اینها میتپه و میتونه زندگی ساز باشه، منهای ناراستی هایی که در هر بینشی، در هر جهانبینی میتونه موجود داشته باشه، برای درمان درد بی‌درمان فردای مملکتمون ما نیاز داریم این بینش ها، این نگریش ها، این جهان بینی ها رو یاد بگیریم، در درونشون زندگی بکنیم، نقاط ضعفشون رو بشناسیم، نقاط قوتش رو بشناسیم، با این امید که در آینده دور یا نزدیک بتوانیم در کشورمون آزادی اندیشه رو زیربناش و صفر، محکم، سازگار، ماندگار برای نسل فردا بکنیم. این باور من است. اجازه بدید باز بگردم به مجلاتی که من دیدم روی میز مجله بله. این مقدار با هم دیگه مرور کردیم. تصاویری هستش که با رئیس جمهور اسرائیل گرفتیم و نخست وزیر اسرائیل و عکسای جالبی هستش که من دیدم. این مقدار خودتون توضیح بفرمایید این مجلات که در اسرائیل. عرض کردم خدمتتون روز 22 نوامبر 1994 که وارد اسرائیل شدم، پس از 8 هفته آموزشی که کارهای علمی پژوهشی که در دانشگاه‌های اورشلیم و تل‌آویو انجام دادم و بعد به بنبست عدم توانایی در بازگشت به پناهگاه هم در استرالیا نداشتم و مجبور شدم در اسرائیل بمونم، به تدریج آرام آرام با کانون وکلای اسرائیل تماس گرفتم و سعی کردم کارهای دانشگاهی اونجا رو انجام بدم. پس از 6 سال و نیم تلاش موفق شدم پروانه وکالت اونجا رو بگیرم و همزمان تلاش می‌کردم که در کادر روزنامه‌نگاری مسائل ایران رو با جامعه یهودی در اسرائیل مطرح بکنم و بگم جامعه ایرانی یک بار به شما مهر ورزیده و شما رو از نیستی در بابلون نجات داده. کوروش شاهنشاه ایران که در اشیای 45 تورات آمده که نجات دهنده شما هست، امروز این شما هستید که میبایستی جامعه ایرانی رو از نکبتی که بهش دچار شده نجات بدید. استدلالی داشتم از تورات در گوشه های گوناگون تورات، از استر و مردخای گرفته تا جشن سوکوت که در چه گذرگاه‌های تاریخی، در چه برزخ‌های سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی و اسرائیلی یهودی بهتر بگم در 2700 سال گذشته خواهران همزاد بودند و چه عامل بیگانه با فرهنگ هر دو ملت این دو ملت خواهر رو از هم سوا کرده. بنابراین با چه فرمولی در آینده ما میتونیم دو ملت متمدن خاورمیانه رو به گونه‌ای نزدیک بکنیم که خاورمیانه بیمار و خشمگین و تروریست زده رو این قدرت اهریمنی رو بکاهیم و همزیستی با همزندگی کردن، سازش و تولرانس و اون فنومن‌هایی که میتونه آدم‌ها رو به هم نزدیک بکنه برای ساختن فردای بهتر تقویت بکنه. بنابراین این پیام رو در رسانه‌های
مکرر جنبش جهانی مهردوستی به آگاهی مردم دنیا به ویژه 300,000 نفر ایرانی تباران اسرائیل رسوندم. در نشست‌های گوناگون، در کنیسه‌های گوناگون بسیاری از سروده‌های، بسیاری از داستان‌های تورات رو به وزن شاهنامه پیر بزرگ توست سرودم و کم نبودن بزرگان یهودی که اشک به چشمانشون میومد از خواندن آهنگین شاهنامه های پارسی، ولی داستان‌های تورات آتش به جان این مردم میانداخت. چطور یک بیگانه غیر یهودی در یهودستان حرفهایی میزنه که در کنیسای مقدس یهودی همه رو شعله‌ور میکنه. این هنری بود که خداوند به من ارزانی داده بود و کرده بود و بخشای بزرگی از تورات رو به آهنگ زیبای شاهنامه‌های پارسی شنیدم، براشون خوندم. این لذت رو هرگز فراموش نمی‌کنم و هستن فراوان استادان خوب دانشگاه‌های اسرائیل که ارزش این سروده‌ها برای نخستین بار من به شما بگم سرود ملی اسرائیل رو من به پارسی ترجمه کردم و گروه ایرانی‌ها آوازخوان سرود ملی کشورشون اسرائیل به زبان پارسی هستن و این براشون خیلی 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 زیاد غیر منتظره بود. یا مثلا یروشلایم شرزهر، ای اورشلیم طلایی، اورشلیم زرین، برای نخستین بار من به پارسی ترجمه کردم که این واکنش فوق‌العاده زیبا در میان جامعه ایرانی اسرائیل. بسیار دشواری خواهد نه، با حفظ اون متن، با حفظ اون آهنگ، با واژگان پارسی سریع، این چیزی بود که براشون بسیار ارزشمند بود و دانشگاهیان زیادی رو در اسرائیل اصولاً به شناخت فرهنگ فارسی واداشت و من بسیار دانشجویانی داشتم که هر کدومشون رؤسای کرسی‌های ایران شناسی دانشگاه‌های بار ایران که 15 سال پیش من فارسی یاد گرفت، یا دانشگاه اورشلیم یا دانشگاه تل‌آویو یا دیگر دانشگاه. به همین تلاش من در اسرائیل برای آشتی دادن ملت راستین فرهنگ‌مدار خوب ایران با اسرائیل مفید فایده قرار گرفت. در این گذر اونها بودن که به من کمک کردن، به آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر، نمیدونم آقای وزیر دفاع، نمیدونم به کنار رجال مملکت بشینم گفتم. بله البته خب من این عکس‌ها رو حتما نشون بدم صفحات این مجله اجازه بدید خود جلوی بگیرم که این مجله هفته‌نامه میشکخ‌ها یا خانواده هست، برابر با خانواده که زندگی نامه من رو، بخشی از زندگی نامه من رو درج کرده و در اینجا میگه که این آقای دانا از رهبران اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور هست که اومده اسرائیل و یهودیت رو به اندازه کافی میشناسه و مدعی است که پیشینیانش از یهودیان مشهد در پوگروم 1839 هستند که نسل‌ها گذشته و اونها اومدن به شهر اشقاباد که اون زمان در اختیار روس‌ها بود پس از احکام‌های ترکمنچای و گلستان، و این خانواده از اون پس اومدن به طرف اشقاباد و اومدن به تاشکند و سمرقند و مرو و باکو در خلال چند جنریشن در سالهای 1927 تا 30 خانواده من، مادر بزرگ و پدر بزرگم اومدن آذربایجان، از آذربایجان وارد انزلی شدن. فامیل اونها آبایف بوده که بعدها در اینجا گفتن که اینا از خاندانهای قدیم یهود هستن که گفتن که نه اینجا کشور مسلمانه و شما میبایستی مسلمان باشید یا دینتون رو کتمان بکنید و هرگز نگویید. من در این کتاب سعی کردم به دنبال یک بیماری خونی، البته من تالاسمیا اینیمیا گرفتم در آخر ماه می سال 2000 که چندی در بیمارستان بودم و خونشناسان دانشگاه بیمارستان هداسا اینکرن تشخیص دادن که این نوع تالاسمیا اینیمیا ویژه یهودیان خاورمیانه است. در حالی که اون بابا من رو استرالیایی میشناخت چون هنوز با پاسپورت با اون مدارک کپی مدارک استرالیایی زندگی میکردم و نمیدونست اصولا من خاورمیانه‌ای هستم. در این مجله گذری از این داستان ها داره و میگه که گذشته من به چه صورت است و در برگ‌های دیگه ارزیابی میکنه که آیا
ایران به راستی با آقای خمینی میتونه ایران خوبی برای فردای اسرائیل باشه؟ آیا سازمان مجاهدین میتونه ایران خوبی برای فردای ایران باشه؟ یا ایرانی که این آقا به ما تعریف میکنه در کتابی که 3 بار محکوم به مرگ به زبان عبری نوشته که این آقا جوانیش، نوجوانیش، سربازیش، قهرمانیش در دانشگاه‌های ایران و گفتگوهای سیاسی و تلاش‌هایی که کرده و از ما میخواد ما به او کمک کنیم تا ایران بهتری که اسرائیل رو دوست داره و میخواد خاورمیانه رو اصلاح بکنه، خشونت رو بچینه، تفاهم، سولیداریتی، همبستگی رو باز بکنه، ما او رو پیروی بکنیم. یک مجله دیگری است که گزارش دیگری داره و اینجا بیشتر میپردازه به این نکته که گذشته این مرد که از 180 و اندی سال پیش از مشهد آغازیده، تبارهای گذشته او از یهودیان مشهد بودن چگونه به اینجا رسیده، در خانواده اسلامی بزرگ شده، اینجا با یکی از راههای بزرگ اسرائیل، جامعه ایرانی اسرائیل گفتگو میکنم، اینجا در کلیسای بزرگ ارتدوکس‌های یهودی اورشلیم گفتگو میکنم، اینجا آقای موشه کاتسب رئیس جمهور و ایشون آقای کیه یادم نیست اسمش، رئیس کانون ایرانیان قدیم بودن، مهوه. و بعد اینجا نشستی رو در فرانکفورت در همین زمینه نشون میده و اینجا عکسی از عملیات ناوچه موشک‌انداز تبرزین رو گذاشته. در صفحه بعد در میان مسیحیان ژاپن گفتگو میکنم، ایرانی در ژاپن و نشستی برای جنبش 1000 بیدار در فرانکفورت. و صفحه بعد یک تظاهراتش به نفع دانشجویان ایرانی پیرو قطعهای زنجیری در برابر سفارت سوئیس همیهنان رو جمع کردن و اعتراض کردن به آدمکشی‌های رژیم شیعه در تهران. و بعد هم اینجا عکس‌هایی می‌بینید من رو با آقای شاول مفاز وزیر دفاع و رئیس ستاد قدیم رئیس ستاد ارتش اسرائیل نشون میده. اینجا آقای اوژی لاندو قائم مقام موساد هست و اونجا هم آقای شیمون پرز رئیس جمهور. همه اینها چکیده ایش از اینکه در امکانات گوناگونی که جامعه ایرانی تبار اسرائیل برای من فراهم کرده، من کوشیدم مسائل ملت ایران رو، دوستان خوب اسرائیل رو با جامعه اسرائیل در میون بذارم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و به اونها بگم در سایه تفاهم و همکاری های ما که ریشه چند هزار ساله داره چطور میتونیم ایران آبستن دگرشت‌های سازنده برای نسل فردا رو دست در دست هم بگذاریم و فردای بهتر برای خاورمیانه بسازیم. من فکر میکنم این چکیده ای از پاسخ به اون چیزی که هر سری فرمودید. جناب دکتر موافق باشین یک استراحت کوتاه بگیریم دو مطلب اگه موافق باشین؟ اختیار به شما. یک تنفس کوتاه میگیریم. بینندگان گرامی با ما باشین، یک استراحت کوتاه میگیریم و باز میگردیم. Or those who are in exile out of country. Mr. Schultz, Mr. Matthias, Spiegel paper, definitely you will listen to whatever is moving here as the strongest point of the war during last 30 years of bloody idiot Islamic revolution. We nationalist and patriotistic people of Iran, which we are representing 2,700 years of Iranian history, you have to understand it. There is no way, just realize, twin sister of Iran and Israel are those nations which they will choose, they will change, and they will formate a new civilization of Middle East.
Mr. Matthias, whatever you have done is absolutely wrong. The book of the books of the world, Torah, Old Testament for my lovely Christian brothers and sisters, has indicated in chapter 45 of the book of Isaiah, which is a symbol and notion of Old Testament, which is the real message of only Heavenly Father God, created a very, very, very clear notion of God and chosen man of God, who is King Cyrus, Persian king, who offered the liberty and freedom for Jews, came back to Israel, made their temple, and create a new civilization, which Christ the Lord Jesus born from that and comes out. Whatever is really, as a representative of millions of Iranians, either internally or externally, I want to tell you, Mr. Matthias, in a Spiegel paper, whatever you have done, ignoring my lovely country's nature and history, is exactly whatever Mr. Ahmadinejad, Mahmoud, or in Persian literature or Persian talking, Mahmoud Ahmadinejad, he ignored the Holocaust. When a stupid guy who ignored the Holocaust, which has implemented in this beloved country in Germany, how is it ignore my beloved King of Kings, Cyrus? Therefore, I believe that both of you, Ahmadinejad and Mr. Matthias Schulz, both of you are running from the same route, which is anti-civilization, which is absolutely against our human rights, against our reality of brotherhood, of Christianity. If you really believe in the Lord Christ, if you really are Jew, if you're really a man who is following the theology of monotheism, you have to understand that you made a very bad mistake. You have to pay the price of such a big mistake. Nobody will not forgive you for such a big mistake. Either you have written an apology in your paper, Spiegel, and say, I shut up forever, Mr. Matthias Schulz. The point, which is really, I have to remind you, Napoleon, King of the Kings of France in 1813, he has written... بینندگان گرامی، استراحت گرفتیم 2 مرتبه در خدمت جناب دکتر دانیل دانه هستیم و با پرسش‌هایی که من ازشون دارم. جناب دکتر، میدونم شما رو خسته کردن و گفتگوی تقریبا نسبتاً طولانی داره میشه، چون باید پرسش‌ها زیاده و این خواهش از جنابالی میکنم که این مقدار من تحمل بکنیم با پرسش‌ها. خواهش میکنم. خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون جناب دکتر، در مورد خب اقامت شما در کشور اسرائیل صحبت کردیم و برای باز پرسش هستش، کلاً چند وقت الان این اسرائیل شما تشریف دارید؟ اشکال خدمتتون روز 20 نوامبر 1994 وارد شدم. نوامبر پیش رو 21 سال به پایان خواهد رسید و وارد 22 سال میشه. خب امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشیم. کلاً هدف شما، چرا کشور اسرائیل رو اشاره کوتاه فرمودید، چه سودی به غیر از اینکه برای جنابالی داره به حال مردم ایران داره؟ نمیدونم چجوری این پرسشمون بیان کرده باشم. آیا کاری در مورد این که این کدورت‌هایی که نسبت مابین اسرائیل و ایران هست از بین بره انجام میدین اینجا؟ حالا نه از لحاظ دولت در دولت، ولی مردم ایران کلا هیچ گونه هستش؟ در فرود و فراز گفته‌ها به عرض شما و بینندگان گرامی رسوندم که رفتن من به اسرائیل یک بورس تحصیلی بود. بله. برای 8 هفته. ولی خب پاسپورت من رو سفارت استرالیا گرفت، پاسپورت پناهندگی سیاسی رو، کارت پناهندگی سیاسی رو گرفت و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه تحمل بکنم. با سازمان ملل متحد مسئله رو مطرح کردم. بعد هم داستان اون اینترنشنال کریستین امبسی پیش اومد و موندگار شدم. اصلا ناچاری، چون هیچ چاره‌ای نداشتم، هیچ سندی برای سفر، هیچ امکانی برای زندگی بجز اون چیزی که بود نداشتم. موندگار شدم. از این
چاره‌ای که توش افتاده بودم و هیچ چاره‌ای برای گریز از اون نداشتم، تلاش کردم از این موقعیت ناخواسته، یا به سخن دیگر بگیم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اسرائیلی که مدعی بود که استوارترین تشکیلات سیاسی در جهان هست که پس از امریکا یا شانه به شانه امریکا با رژیم در حال جنگ است، از این وضعیت حسن استفاده بکنم و جامعه 300,000 نفری پارسی زبان هم‌میهن رو در اسرائیل آگاه بکنم نسبت به اون چی که در پس پرده می‌گذره و تشکیلات سیاسی اسرائیل رو آگاه بکنم که اپوزیسیون چه نقش کارایی در فروکوفتن این دشمن ددمنشی که اسرائیل معرفی میکنه از جامعه جمهوری اسلامی، ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم و چه فعل فعال مثبتی میتونیم انجام بدیم و به چه صورت میتونیم همکاری بکنیم برای ساختن یک خاورمیانه آرام و کم تنش‌تر. همه تلاش خودم رو کردم، ولی خب تا این لحظه هنوز موفقیتی حاصل نشده. ولی اون چی که در بار فرهنگی و در بار رسانه‌ای انجام شده حائز اهمیت هست. به عنوان نمونه میتونم چند تا از کارها رو بهتون معرفی بکنم که این کارها اثر مثبتی در جامعه اسرائیل گذاشته. معرفی ادبا و شیوخ جامعه فرهنگی ایرانی در سده‌های گذشته، مثلا باب کردن و شناساندن سعدی کیست، حافظ کیست، خیام کیست، نظامی کیست، منوچهری کیست، یا پیر بلخ کیست. الان 18 یا 19 شب مولانا شناسی رو دانشگاه اورشلیم و تل‌آویو پشت سر هم دارن انجام میدن. شناخت ادبیات دیرین فارسی، سرنویسی، سرنگاری و شاهنامه خوانی در بیشتر خانه‌ها و در بیشتر شب‌های شعری که در اونجا انجام میشه پشت سر هم به عنوان یک فنومن شناخته فرهنگی دائر شده. آقای مهیر عزری نخستین سفیر اسرائیل در ایران روزی از من خواستن توسط برادرشون آلبرت عزری که من کمکشون بکنم برای ویراستاری یادنامه‌شون که به زبان عبری نوشتن اون رو برگردونیم و ترتیبی بدیم که به صورت آبرومند در زبان فارسی در دنیا منتشر بشه. من یک چیزی حدود 7 سال با ایشون همکاری میکردم برای نگارش یادنامه که خاطرات اولین سفیر اسرائیل در ایران بود از سال 1958 تا 73 یه همچین حدودی، و این الان یکی از کتاب‌های مرجع برای شناخت روابط گذشته ایران و اسرائیل در دانشگاه‌های اسرائیل هست. بعد هم از من خواستن کتاب پدر ایشون رو، زندگیات سیون عزری رو ویراستاری بکنم که این کار هم حدود 3 سال من رو به خودش مشغول کرد. ایشون رئیس سازمان خلوص ایران بودن که سازمانی که یهودیان خاورمیانه رو به اسرائیل کوچ میدادن. بعد هم از من خواستن سردبیری رسانه میرزا خطیب شرق و ستاره شرق رو عهده‌دار بشم. در این رسانه هم من تا اونجایی که میتونستم منابع فرهنگی ادب ایران، فرهنگ ایران، گذشته سیاسی ایران، روابط خوب سیاسی ایران و اسرائیل و جامعه یهود در گذشته به عنوان یک مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم. در دوران 1100 ساله پیش از یورش تازی به ایران، ما در ایران یشیواهای پومبدیتا و تسورا و دیگر یشیواهای داشتیم. یشیوا یعنی مرکز آموزشی جوانان یهودی. ما در اون روز گزارش‌های تاریخی داریم که یشیواهای بالای 10,000 دانشجو داشتیم در ایران. امروز در نیویورکی که شما 7 میلیون یهودی زندگی میکنن و من و شما خوب میدونیم که پشت اقتصاد امریکا و سیاست خارجی امریکا این گروه کوچک قرار گرفتن، ما یشیوای 10,000 نفری نداریم. ببینید در ایران باستان با فرهنگ برتر و زیبای پندار و گفتار و کردارنی چقدر ارزنده بوده که یهودیت یشیوای 10,000 نفری داشته. ببینید چقدر این ملت با فرهنگ بودن. آزادی اندیشه و آزادی گزینش دین در ایران باستان کار رو به کجا رسونده؟ وقتی که مسیح خدا در بتلهم زنده به وجود میاد، زاده میشه، در اون آخر 3 موقع زرتشتی میرن ستاره شهر رو بیان. کتاب متا و کتاب
کارهای رسولان. ببینید آزادی اندیشه در ایران باستان پیش از اسلام چگونه بودی که پیام مسیح خداوند ایرانی ها برمی‌دارند تا مرزهای چین میبرند که امروز در زبان بومی چینی کلیسا رو نیایشگاه پارسی میخوانند. امروز آغاز هزاره سوم. این از کجا ناشی میشه؟ از آزادی اندیشه، آزادی دین، آزادی رفتار و کردار در جامعه دموکراتیک پیش اسلامی. ببینید با یک چنین فرهنگی که نهفته از انباشته از رفتارهای نیکو و پسندیده و التقاط و انسجام و نزدیکی که میان فرهنگ‌های ایران و یهود و مسیحی بوده، میبایستی برای نسل آینده باز بشه. نسل آینده بدونن در پناه این اندیشه زیبا و در پرتو پندار و گفتار و کردار نیک آزادی اندیشه تا کجا بوده که یهودی و مسیحی آزادانه زندگی میکردن و کسی اونها رو بازدید نمیکرده، که از اونها نمیپرسیدی که دین شما چیست. چرا ما نمیبایستی این همه رفاقت، همزیستی، تنش‌زدایی و سازش رو که ارثیه پدران و مادران ما هستن دوباره در مملکتمون پیاده بکنیم و پیروان مسیحیت ایرانی، پیروان یهودیت ایرانی، پیروان کیش پدران ما که هر ایرانی خود به خود بدون هیچ پرسشی یک زرتشتی پاک نهاد هست، یک زرتشتی پاک سرشته است، بتونه با اونها همزیستی داشته باشه و این تنش رو واقعا از مملکتمون برچید. البته من اینطوری پاسخ جناب عالی رو برداشت کردم که شما کاری کردن در کشور اسلامی انجام میدین به گونه‌ای تنش‌زدایی هستش. دقیقاً این کاری اینطوری من برداشت می‌کنم. دقیقاً ایجاد تفاهم میان پیروان دین‌های گوناگون، ایجاد تفاهم میان ملیت‌های گوناگون با فرهنگ‌های گوناگون، ایجاد یک هماهنگی میان بینش‌ها و جهانبینی‌های گوناگون برای ساختن یک فردای بهتر و برای زدودن این خطر ترور و تروریسم از خاورمیانه و از جهان. بله. جناب دکتر می‌بخشید من باز می‌گردم یه مقدار، چون پیش از اینکه من این تصمیم گرفتم که با جناب عالی خب گفتگو با همیهنان گرامی بسیار بوده در مورد بسیاری افرادی که فرهیخته هستن از جمله جناب عالی گفتگو می‌کردیم. گفتم من ایرانیان واقعا شایسته‌ترین کشور یا نژاد دنیا هستن که بیشتر چیز میکنن. حتی برای خود منم بسیار شاید به گونه عامی گفته باشم همیهنان گرامی شاید این شایعه بسیار احمقانه باشه، اما برای اینکه واقعا هر گونه شک و تردیدی رو من بتونم از بین ببرم و یک مقدار این بدعادتی ایرانیان هموطن و ناآگاه رو یه مقدار ترک عادت داده باشم، مجبور پرسش رو از جناب عالی جناب دکتر بکنم. شایعه هستش که شما جاسوس سه جانبه و حتی چهار جانبه هستید. ببخشید با پوزش من این حرف رو میزنم. از جمله نسبت‌هایی که به جناب عالی داده میشه این که شما گویا با موساد کار میکنید، همچنین با CIA، جمهوری اسلامی و حتی با KGB. ببینید این به چگونه است؟ آیا اصلا امکان پذیر هست؟ آیا این کشورها صداشون در نمیاد که آقا تو چگونه با موساد کار میکنن، با CIA، چگونه با جمهوری اسلامی چیزه؟ چه جوریه آخه؟ من گمان میکنم اون سبک مغزانی که چنین شایعات بچگانه کودکانه رو باز میکنن نه موساد رو میشناسن، نه CIA رو میشناسن، نه تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی رو میشناسن و نه اصولا با مفهوم امنیت و با کارتل هایی که این واژه رو به دنبال خودشون دارن برای حفظ حقوق شهروندان مملکت خودشون چه در روند سیاسی و چه در روند جامعه شناسی تشخیص نمیدن و نمیدونن. من با هیچ تشکیلات امنیتی تا این زمان که در خدمت شما هستم در دنیا کار سیاسی نکردم. هیچ گونه همکاری سیاسی با هیچ تشکیلات امنیتی نداشتم. ولی خدمتتون عرض کردم روز 20 مارس 1986 که برای نخستین بار پس از برقراری جمهوری اسلامی وارد ایران شدم، تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی من رو همیشه چک می‌کرد. این همکاری نیست، این پاسخ گفتن به یک سری پرسش‌ها و آزمون‌هایی است که خب تو الان چیکار می‌کنی، با کی رفتی، کجا اومدی، چه می‌کنی.
این رو اگر اسمش رو همکاری میذارید، کارکرد سیاسی میذارید، خیلی البته من نه شما نه. اون کسی که سوال میکنه من برای نخستین بار باز میکنم برای ملتم، برای مردمم، نه تنها در ایران، در سراسر جهان. من سر سرنیزه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشسته بودم فقط به یک خاطر. البته انگیزه من همونجوری که قبلا گفتم یک خودکشی محترمانه به عنوان یک سرباز بود که من 3 بار محکوم به مرگ شده بودم و رفته بودم اعدام بشم. اینجا نسخه عبری این داستان هست. چرا به فارسی شما این کتاب؟ به فارسی در نشریه شوفار نیویورک و شوفار واشنگتن به صورت سلسله مقاله چاپ شده چند سال. این هم امیدوار از این مجموعه مقالات رو روزی بتونیم جمع‌آوری بکنم و این کتاب رو به صورت فارسی به همیهنانم ارائه بکنم با کمال و چنین خواهم کرد. من این کتاب رو بگیرم کوتاه. ببینید من به عنوان یک انتحار سیاسی با 3 بار محکومیت اعدام رفتم تهران اعدام بشم. تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی زیرکتر از اون بودن. اکفان دیو رو در شاهنامه‌های پارسی بخوانید پیر توس چه نوشته. وقتی رستم رو میبره بالا آیا میپرسه به دریا بندازمه یا به خشکی؟ رستم میگه اگر من رو به پیش خودش میگه اگر من رو به خشکی بندازه استخوانم از میان خواهد رفت، ولی اگر به دریا بندازه میتونم شنا کنم در بیام. بنابراین به اکفان دیو میگه من رو بنداز به بیابان و به سنگ که خوراک گرگ بشم، ولی اکفان دیو رو به دریا میندازه و نجات پیدا میکنه. جمهوری اسلامی تشکیلات امنیتیش من که رفتم اعدام بشم، محکومیت 3 بار حکم اعدام داشتم، من رو اعدام نکرد ولی سعی کرد از من سوء استفاده کنه در تشکیلات جهانی، حقوق بین الملل، هیومن رایتس واچ و دیگر اسوسیاسیون های بین المللی و من رو به عنوان یک مرد آبرو باخته با پیشانی ننگین که اومده جمهوری اسلامی الان سر 2 پاش رفته تو استرالیا ننگین بکنه و من رو قدرت اجرایی رو به عنوان یک تلاشگر سیاسی در اپوزیسیون اخته بکنه. بله که جناب دکتر دارم فرمایشات جنابی من یاد روانشاد مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای روانشاد شما نمیدونم آیا به خاطر دارید من توی روزنامه‌ها خارج از کشور خوندم که ایشون اوایل اون انقلاب ننگین اسلامی هنوز خیلی چیز بود اینا اصلا خود ایشون خارج بودن تا فرهاده تشریف میبرن اونجا و ازش پرسن که آقا تو میدونی اعدام میشه اینجا؟ بچه گفت اونجا خیلی مسخره کرد جمهوری اسلامی، گفت برای من گرون بود ترجیح دادم بیام اینجا خارج. یه نوع خودکشی بود برای که ایشون دیده بودن. من برداشتم اینطوری بود چون خیلی ها میگفتن خب این عجب کاریه که میدونستن که جمهوری اسلامی این آقا رو اعدام میکنن، رفتن اونجا و خیلی با پرویی و گستاخی پاسخ این حزب اللهی‌ها جمهوری اسلامی رو داده بود که آقا و شما گفتن که چرا اومدی بازگشتی که می‌بینی اعدام میشه؟ گفت او راست بهتون میگم خارج بر من گرون بود. پاسخ ایشون بود. البته ببخشید من ممکنه آره هیچ چیز نباشه ولی یه مقدار شباهتی من می‌بینم. یک زمانی آدم میرسه به یک نقطه‌ای که میگه بس. به هر روی سپاس از شما برای اینکه این پاسخ‌ها که از شما من گرفتم و در کل شما نه با سازمان موساد همکاری نه با CIA نه با جمهوری اسلامی و توضیح کوچیک اینجا لازم هست بگم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون به عنوان یک انتحار رفتم ایران و تشکیلات امنیتی هر از گاه من رو کنترل میکرد که چه میکنم چه نمیکنم چه میگم چه ارتباطی دارم با چه کسی افت و خیز دارم و برنامه روز و زندگیم چیه. وقتی که رفتم به اسرائیل هم این شگفتی برای تشکیلات موساد خود به خود بود. ببینید یه ایرانی بچه مسلمان که رفته کشتی گرفته رفته فلان کرده تشکیلات شبه نظامی در فرانسه به وجود آورده علیه جمهوری اسلامی 3 بار محکوم به مرگ شده رفته بعد از 3 سال و 8 ماه و 29 روز اومده بیرون رفته در استرالیا کشیش نمیدونم مسیحی شده آیت آیه‌های شیطانی رو ترجمه کرده بعدم اومده اسرائیل هم پروانه سیاسیشو ازش گرفتن و گذرنامه‌شو گرفتن الان تو اسرائیل داره میشه. طبیعیه که موساد نسبت به یک چنین عنصری میتونه حساس باشه. بارها و بارها من رو صدا کردن با من گفتگو کردن آقا چه کاری تو چرا اومدی؟ داستان چیه؟ برنامه چیه؟ فردا میخواد چیکار بکنی؟ این حرفا چیه؟ این کتابا چیه؟ این نوشته ها چیه؟
با اینترنشنال کوشن امبسی چه میکنید؟ بله بارها من رو کشیدن صحبت کردم، بازجویی، کتبی، شفاهی، ولی این همکاری نیست. مأموریتی نگرفتم، کاری انجام ندادم. مفهوم همکاری با یک تشکیلات امنیتی رو میبایستی مسئولیت این واژه رو بشناسیم و بدونیم یعنی چی. به هر حال من بارها مورد بازخواست قرار گرفتم، مورد بازجویی قرار گرفتم، ولی همیشه تمام روابط محترمانه بوده، ولی هرگز هیچ گونه همکاری با تشکیلات امنیتی اسرائیل نداشتم. علیرغم اینکه با سران این دولت همیشه مربوط بودم و این ناشی میشه از پشتیبانی که جامعه ایرانی به لحاظ حق‌گویی‌های من، به لحاظ فرهنگ مناری‌های من، به لحاظ اینکه من سوابق تاریخی ایران و اسرائیل رو باز کردم به جامعه نشون دادم. به عنوان ریفرش این کاغذ رو من چند ساعت گذشته پیدا کردم به بینندگان ارجمندمون نشون بدم. در سال 26 دسامبر 2004 من دعوت کردم از یک سری از سران اپوزیسیون مثل پروفسور پاکباز، سرکار خانم آریانا، آقای پروفسور داوید منشری استاد دانشگاه تل‌آویو، آقای دکتر مساتوشی آبه از دانشگاه کیوتو، آقای پروفسور الیعزر گرادباخ جامعه شناس، آقای دکتر شوکی بن عمی که در انستیتوی صلح اسرائیل هستند و پرفروشترین کتاب سال 2001 داشتن، و ژنرال شیمون کینر کچه سرپرست موزه بزرگترین سنگر دفاعی جنگ‌های 6 روزه در اسرائیل که بیان و ژنرال آریانا رو بشناسن. ارتشبد بهرام آریانا که پس از جنگ‌های 6 روزه به عنوان سفیر شاهنشاه ارجمند ایران دوست، خاورمیانه دوست و صلح دوست ایرانی اومده دیداری بکنه با ژنرال زنده‌یاد ایצחק رابین و بهش بگه که ملت ایران شما رو دوست دارن، این جنگ شما با همسایگانتون خیلی متاسف هستیم برای اون، هر کمکی در جهت اصلاح جنگ، در جهت گسترش صلح از دست ما بر بیاد در خدمتتون هستیم. و ژنرال آریانا رو در این نشست برای نخستین بار به جامعه اسرائیل معرفی کردم، نه فقط در تیپ ژنرال ها و سپاهیان، بلکه بشناسن و بدونن این نماد مهر دوستی میان ملت های خواهر ایران و اسرائیل از اون سالها بوده. فراموش نکنیم که ایران نخستین کشوری همراه ترکیه بوده که در 15 می 1947 که دولت اسرائیل برای نخستین بار تأسیس 48 که نخستین بار دولت اسرائیل تشکیل شد، اونها رو به صورت دو فاکتور شناختن، علیرغم اینکه 54 کشور مسلمان عضو سازمان ملل متحد هنوز این رسمیت رو نشناختن. مردم متمدن ایران، اسرائیل و ترک سازندگان فرهنگ بهتر فردای خاورمیانه میتونن. جناب دکتر ببخشید باز میاد میخوام چون دیگه هیچ گونه شک و تردید نباشه اگه پاسخی از خود جناب که فردا باز بسیاری از هممیانان 100% پرسش خواهند. بله من در اختیار شما هستم. توی یک از این مجلات ببخشید توی یک از این مجلات من عکسی دیدم که با رئیس موساد شما دیدید. آیا تنها عکس گرفتن دلیل بر اینه که شما همکاری با موساد دارید یا این چگونه؟ برخورد کودکانه جامعه است متاسفانه برخورد خام و نارس. ببینید من با سران دولت اسرائیل در فراسای گوناگون گفتگو کردم و سران اپوزیسیون رو به جامعه اسرائیل معرفی کردم. بیش از 50 چند فقره گروهی از سران اپوزیسیون، گروهی از دانشگاهیان، گروهی از پیروان و سران دین‌های گوناگون، چه زرتشتی، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشتی، چه فلان، چه بهایی، من دعوت کردم به اسرائیل، با جامعه اسرائیل معرفی کردم. ایرانی انتلکتوال، ایرانی روشنگرا، ایرانی فرداساز دوستان شما هستن. اونهایی که اون تو نشستن میگن مربر اسرائیل، اونها ایرانی نیستن، هر چند شناسنامه ایرانی دارن ولی منتالیتی، ذهنیت ایرانی ندارن. ماها رو همه رو توی کیسه نریزید، ماها رو همه رو با همدیگه به یک جارو نروید. آدم ایرانی دوستدار صلح، فروتنی، آشتی، سازش و تفاهم میان ملت ها هست. اونایی که دنبال جنگ تا پیروزی هستن نتیجهشون 36 سال داریم میبینیم.
من در میهمانی‌های گوناگون، در نشست‌های گوناگون، در پژوهشگاه‌های گوناگون، در دانشگاه‌های گوناگون، نه تنها با سران دولت اسرائیل بلکه با کسان دیگر نشستم، گفتگو کردم برای حل و فصل مسائل ملی ایران، برای پیشبرد کارهای آشتی‌جویانه ملت ایران، برای ساختن یک فردای بهتر برای خاورمیانه. نه فقط اسرائیل، نه فقط رئیس موساد، نه فقط رئیس جمهور، نه فقط نخست وزیر، با خیلی آدم‌های دیگه. دقیقاً من می‌خواستم پاسخ چون به همین ما روشن بشه. مثلا من با پوزش که این پرسش‌ها رو مطرح می‌کنم برای اینکه واقعا بینندگان رو ببینن، تنها اینکه خب من برم بیستم خب کنار مثلا ممکنه حالا چه اتفاقی مثلا خب یه رستوران ایرانی هستش تو بیان که من میرم اونجا بعض موقع حوس غذای ایرانی می‌کنم نمیشه رئیس جمهور اتریش اینجا میشینه غذا می‌خوره تو میرم خب آدم خیلی خوشحال میشه. حالا فرق نمی‌کنه چه حالا از موساد باشه. من البته خدمت شما عرض می‌کنم خیلی ایرادات گرفته میشه همیانه گرامی به ساواک که زمان شاه بود و حتی به من برچسب میدن که من با ساواک کار کنم. البته واقعا افسوس بودم که چرا کار نکردم. هزار افسوس. متاسفم و واقعا میتونم چی کار کنم. خب امیدوارم که در آینده این تجربیات در پیشبرد مقاصد مثبت و سازنده بله حتی آرزوی من بود با روانشاد نصیری یا کسانی که رؤسای ساواک بودن برم بشینم فقط یه عکس بگیرم و افتخاری بر من هستش. حالا البته جریان شما فرق نمی‌کنه که این عکس شما رو توضیح بدیم چون می‌خوایم اون سوء تفاهم برطرف بشه. تنها گرفتن یک عکس یا داشتن یک عکس با یک شخصیتی که حالا سیاسی باشه و این برای این نیستش که جناب دکتر همکاری میکنن یا همکاری با موساد یا جریانات دیگه دارن. اینو من خواستم روشن کنم یک بار برای همیشه. بله من خیلی متاسفم برای اونهایی که قدرت دیدن بیشتر از سر دماغشون رو ندارن و بیشتر از انگزدی هیچ هنر دیگری ندارن به جایی که بیا این گره‌های در هم فرو رفته و این کلاف سردرگم گرفتاری‌های ملیمون رو حل بکنیم، این 7-8 میلیون آواره رو جمع بکنیم ببریم ایران رو بسازیم، ایران رو از این نکبتی که دوچار شده، از این بی‌آبرویی، از این بدنامی در بیاریم، بشینیم پشت سر هم این قصه ها رو بگیم و همدیگر رو تضمین کنیم. هزار افسوس. جناب دکتر پرسش بعدی با اجازهتون اصلاح کنم. شما یک سری گرفتاریایی که همچین مطلوب نبود، دلشاد کننده نبود، دلپسند نبود در کشور آلمان در همین مدت کوتاهی که پشت سر گذاشتیم دچار شدیم و درگیری‌هایی هم با قضات آلمان، کشور آلمان و کلاً این وزارتخانه داشتیم. اگه ممکنه یه مقدار توضیح بفرمایید. بله. کما بیش از 10 سال پیش جناب قهرمانی من این سرباز کوچولوی، این سرباز ناچیز فداکار ملت ایران و بدهکار تاریخ ایران زمین با گروهی از میهن پرستان در سراسر جهان داشتم که سرانجام رسالت ما در این گذرگاه اپوزیسیون چیست و ما چه میتوانیم بکنیم که کارنامه اساسی تر برای نسل آینده از خودمون باقی بگذاریم. پروژه‌ای داشتیم زیر نام 1000 بیدار. 1000 تن بیدار معتقد، باورمند، استوار و قائم به ذات خودشون که میدانن چه میگویند و میدانن چه میکنن و آماده هستن سرها رو به کف دستها بگیرن به جنگ دشمن برن با خردی ورزیده و اراده‌ای توانا و خلل ناپذیر برای بستن این پرونده نکبت از ایران 36 ساله. این 1000 بیدار، این پروژه 1000 بیدار من افتخار سخنگوییش رو داشتم. گروهی از میهن پرستان بودن، اکثرا نظامیان بودن، گروهی دانشگاهیان، وکلای دادگستری و پزشکان بودن که در شهرهای گوناگون کشورهای دور و نزدیک تلاششون این بود که کاری کارستان صورت بدن، پرونده جمهور شیعه رو در ایران برای همیشه ببندن. آقای قهرمانی، بنابراین من این در و اون در و بالا و پایین و این گوشه و آن گوشه و این کشور و آن شهر هر دری رو دق الباب میکردم امکانی پیدا کنم برای یافتن مردان و زنانی که میتوانند از خود گذشته باشند و میتوانند دست در دست هم بگذارند برای بستن پرونده نکبتی به نام جمهور شیعه در ایران. در دفتر دوستی بودم، دوست قدیمی بودم در فرانکفورت، روزی کم و بیش 10 سال پیش مسئله رو این دوست قدیمی
ارتباط دوستی برمیگرده به 35-36 سال پیش نخستین روزهایی که نکبت در ایران پیاده شد. هزار بیدار رو با اون مطرح کردن و اون دوستانی رو به من معرفی کردن که با اونها رایزنی داشته باشم برای حل مسئله ایران. راستی سربازگیری میکردیم، منتها سربازانی که دست به ماشه پا به کو باشن و این دلشون هیچی به جز مهر به ایران وجود نداشته باشه. یکی از اون آقایونی که به من معرفی کردن یک دوست بود. چون این دوست اسمش در جراید اومده، اسمش در دادگاه ها اومده، من هیچ ابایی از گفتن نام ایشون ندارم چون محرمانه نیست. دادگاه آلمان پرونده‌ای رو داره رسیدگی میکنه و اجازه دارم این نام رو بگم. دوست خوبم که متاسفانه به من خیانت کرد، آقای شهرام دانش. این آقای شهرام دانش رو که اون دوست در اون دفتر سیاسی به من معرفی کرد، قرار این بود که برای من پروانه اقامت آلمان بگیره، من یک سرپناه در آلمان داشته باشم، چون در اسرائیل من ایزوله هستم، نمیتونم پروژه هزار بیدار رو آنگونه که باید پیاده بکنم. در اروپا که دل تپنده مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جهان هست و اکثر ایرانیان در این خطه زندگی میکنند و من بهتر، آسانتر، بی‌دغدغه‌تر، بازدارنده‌تر میتونم باشون در ارتباط باشم، سرپناهی داشته باشم، پناهگاهی داشته باشم، اقامت قانونی داشته باشم و از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشم، به صورت یک پایگاه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ازش استفاده بکنم. انجام این کار متضمن این شد من ریاست شرکت تجاری ایشون رو به نام گشفتفوره میگن در آلمانی، یا ریاست هیئت مدیره رو عهدهدار باشم و در پرتو این امکان، در پرتو این تعهد من بتونم از امکانات تلاش‌های بازرگانی این شرکت که اوراق بهادار 1000 یورویی چاپ می‌کردن با گارانتی بانک سوئیس و تشکیلات بیمه الیانس در آلمان اوراق بهادار رو می‌فروخت، پول در می‌آورد که در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری بکنه، برق تولید شده از انرژی خورشیدی رو به تأسیسات نیازمند به الکتریسیته در آلمان بفروشه. این تئوری این شرکت بود و من مسئولیت این کار رو قبول کردم. رسما ثبت نام شدیم در اداره ثبت شرکت‌های آلمان، ثبت شد که ریاست هیئت مدیره و کار وکالت شرکت رو متعهد هستم، عهدهدار هستم و چون من در زبان و ادبیات آلمانی آنچنان چیره نیستم که متون حقوقی و متون بازرگانی رو بتونم بخونم و اعتمادی که به این مرد به عنوان عضو جدید هزار بیدار داشتم، متونی که پیش من میگذاشت چشم بسته امضا میکردم بدون که از اون بپرسن چیست. البته هر از گاه خب توضیحاتی هم ایشون میدادن، ولی خب به استناد اعتمادی که داشتم همیشه من امضا میکردم. قرار بر این بود یک منبع پولی نیاز لوجستیک ما رو برای پروژه هزار بیدار از ناحیه این شرکت در اختیار ما بگذاره که ما بتونیم پروژه سیاسی فرهنگیمون رو گام به گام پیاده بکنیم. یعنی اینکه این شرکت اقتصادی بازرگانی که در اداره ثبت شرکت‌های آلمان قانونی ثبت شده و هر ساله بیلان مالیاتیش از تشکیلات مالیاتی آلمان دستی نمی‌شد و در اختیار شرکت قرار می‌گرفت که طبعاً اعتماد من رو بیشتر جلب می‌کرد، قرار این بود که اون منبع مالی از این کاتالیزور شرکت Global Union Investment استفاده بکنه. ما نیاز مالی لوجستیکیمون رو در اختیار داشته باشیم که پروژه هزار بیدار رو گام به گام عمل بکنیم، چون پروژه هزار بیدار در 64 کشور بزرگ دنیا در شهرهای بزرگ تلاشگر بود و برنامه بسیار مفصل طولانی بود که به چه صورت قدم بردارن و جمهور شیعه رو در تهران به زانو در بیارن و وادار بکنن که با نمایندگان ملت ایران که بخشی از پروژه هزار بیدار بودن برای کنار رفتن با حد اکثر تفاهم و حداقل خسارت اونها رو وادار به این کار بکنن. انجام این پروژه بخش سیاسیش سالها طول کشید،
و من که همیشه خورده میگرفتم از این همکار گرانمایه‌ام آقای دانش که خب بالاخره کی شرایط فراهم خواهد شد که تو اون حد اقل‌ها رو در اختیار بذاری که اون منبع مالی مجاب بشه و پروژه رو پشتیبانی کنه، کار رو بیاوازیم. این داستان، این بازی‌ها، این امروز و فرداها، این ماه آن ماه، این هفته و اینجور بشه و اونجور بشه، نزدیک 6 سال طول کشید و من هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه کارهای تئوری، کارهای استراتژیک، برنامه ارتباطی هزار دیدار رو در گوشه و کنار ورزیده‌تر بکنم، ولی هنوز اون ابزار لوجستیک و پشتیبانی مالی انجام نشده بود که پروژه رو آغاز بکنیم. به هر روزی متوجه شدم که شرکت در شرف ورشکستگی است. امریکا بودم، در کلیسای یهودیان ایرانی تبار در کویتنیک صحبت میکردم که خبری رو دریافت کردم که شرکت ورشکست شده. آقای دانش و همکار او میلر که مسئول امور فنی و مسئول امور اداری شرکت بودن دستگیر شدن و به تدریج آروم آروم پیام‌هایی دریافت کردم که به من میگفتن که تا اطلاع ثانوی به آلمان نیام. این پیام‌ها روی ایمیل من هست و روی تلفن من هم همه ضبط هست. برگشتم اسرائیل، 11 روز اسرائیل بودم. اون نامه‌ها تکرار شدن. وکلای شرکت، همکاران شرکت از بیرون من رو از بازگشت به آلمان باز می داشتن، ولی تعهد سربازی من به همکارانم، به شهران و دیگران ایجاب نمی کرد که من اونها رو در بند ببینم و خودم آزاد بیرون بچرخم. و اینکه اونها به من گفتن آلمان نیا، احتمالاً شما هم میتونی بازداشت بشی چون در ردیف متهمین قرار گرفتی. من آمدم در روز 31 آگوست 2013 در فرودگاه فرانکفورت از طرف پلیس به دستور دادستان بازداشت شد. سخن من این بود که من اومدم به سیستم قضایی آلمان کمک بکنم. سخن من این بود که به عنوان یک وکیل متعهد، به عنوان یک مرد متعهد، اون چی که امضا کردم هرچند ممکنه اشتباه کرده باشم و ندانسته باشم چه امضا کردم، اومدم تعهدات خودم رو عملاً با حضور خودم اثبات بکنم، بگم آماده‌ام هر گونه همکاری، هر کاری که باید بکنیم انجام بدیم که این دوستان زندانی من آزاد بشن و این تعهدی که بوده انجام بشه و هر مشکلی هست اومدم من کمک بکنم. ولی آقای بازپرس کشی که 48 ساعت بعد رفتیم پیشش پس از بازداشت، پیشنهاد من رو نپذیرفتن، گفتن دادستان باید تصمیم بگیره. 11 تا 12 روز بعد در یادداشتام دارم با آقای دادستان دکتر شوایتسر گفتگو کردیم حدود 6 ساعت. آقای دکتر شوایتسر گفتن که اگر آقایان میلر و ولفگانگ میلر شریک درجه تئوریسین این شرکت و آقای شهرام دانش سرمایه‌گذار این شرکت اعتراف بکنن، البته در بازجویی‌های پلیس و بازپرسی اعتراف کردن که شخص من به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت در اتهاماتی که به اونها وارد هست زیر عناوین کلاهبرداری و جعل مشارکتی نداشتم و ناآگاه بودم، اگر در دادستانی هم این اعتراف رو آقایون بکنن من آزاد خواهم شد و شرکت رو و دادستانی رو همکاری خواهم کرد تا 10 میلیون یورو پول نقدی که در یکی از بانک‌های دبی به ذخیره سپرده شده و شهرام بارها و بارها این رو به من تأکید کرده بود، منتها اون پول تا 15 سپتامبر 2013 میبایستی بلوکه میمون در بانک المشرق دبی، بعد آزاد میشد، ولی گرفتاری ها به ماه جولای و آگوست برمیگشت. نمیخواستن این پول رو دست بزنن. به دادستان گفتم آقا مگر نه اینکه ما 10 میلیون یورو ذخیره داریم، مگر نه اینکه کل ادعای 653 تن طلبکاران شرکت 5.5 میلیون یورو هست، خب من اون پول رو میرم مستقیما به طریق دیپلماتیک پشتیبانی دیپلماتیک آلمان در دبی واریز میکنم به حساب شما. به هر روی این داستان کش پیدا کرد. آقای دکتر شوایتسر با من همکاری نکردن. وکیل من متاسفانه بیشتر وکیل آقای دکتر شوایتسر دادستان بود تا وکیل من. به مشکلاتی برخورد کردم. 485 روز در بازداشت بودم و در دادرسی ما قبل نهایی اعتراضات من رو چون
دادستان نپذیرفت و رئیس دادگاه نپذیرفت و بارها به دلایل گوناگون من اثبات کرده بودم به عنوان یک وکیل، کسی که با حقوق آشنا هست و دریجات علمی در این زمینه گذاشته، حرف اونها این بود که تو که 37 سال وکیل هستی چطور ممکنه ندانسته سند امضا کرده باشی به شرکتی که کلاه دولت آلمان رو برداشته و سند جعل کرده. من گفتم ظاهر قضیه شما درست میگید، ولی مبانی فرهنگی که ما رو به هم وصل کرده، انگیزه هایی که من رو به این شرکت چسبانده که نمیدونید چی هست، اونها رو باید بدونید، آبایف رو باید بخونید، این و اون رو باید بخونید، از طریق آمازون کتاب آیا بایف رو روی گوگل بگیرید بخونید. انگیزه من از این همکاری چی بوده؟ حتی من 1 بیلیونیوم هم حدس نمی‌زدم چنین اتفاقاتی از ناحیه امضاءات من پیش بیاد. از این گذشته من شخصا مراجعه کردم برای کمک به شما و حل موضوع. رئیس دادگاه اعتراضات من رو نپذیرفت. من سرم بلند به عنوان یک سربازی که همیشه سرباز بوده و فرقی نکرده در کدام دولت و کدام سیستم، در کدام سیستم حقوقی، در کدام سیستم اداری. برای این نخستین بار در تاریخ دادرسی آلمان رأی رئیس دادگاه رو در حضور دیگر قضات، در حضور 8 تا وکیل، دادستان، دادیار، گروه بزرگی تماشاچیان به 4 پاره کردن. گفتم اگر روزی از زندان شما این سرباز آزاد بشه، زنده بیرون بیاد، این رأی 4 پاره شما آقای رئیس دادگاه که اگر دانشجوی سال 1 من در دانشکده حقوق بودید نمره قبولی رو شما نمیدادم، در 4 گوشه دنیا به مردم دنیا نشون خواهم داد و خواهم گفت فرشته عدالت از این دادگاه از آلمان گریخته. شما مترجم من آقای افشار این داستان رو خیلی خوب میدونه، واژه من رو ترجمه میکرد. گفتم بوی گند گوبلز و گورینگ و هس و آیشمن و هایملر و هیتلر از این دادگاه میاد و شما میدونید من وکیل اسرائیلی هستم، میخواهید من زیر پاتون له بکنید. 2. شما حقوق بگیران خانم مرکل هستید که سالی 8 میلیارد دلار به جیب تروریست های تهران میریزه و میدونید من سر در راه جنگ با اونها گذاشتم، میدونید وکیل ورزیده ایرانی هست، با پای دیگرتون میخواهید من رو له بکنید. بنابراین من به اون چی که میگم آگاه هستم، مسئولیتش رو میپذیرم. شما شرمندگان نسل آینده پیش مردم من خواهید. من 485 روز زندان شما رو کشیدم. این ببخشید مال قبل از اون چند، مثلا 1-2 ماه قبل از پایان دوران زندان من. گفتم این مدت زندان شما رو من کشیدم، 100 سال هم باشه خواهم کشید، ولی به دنیا خواهم گفت شما غلط کردید، غلط بزرگی هم کردید. من در میدان جنگی هستم که شماها بخش کوچکی ژیگولوهای جنگجوی این میدان نبرد هستید. برنده من هستم. چرا؟ به آنچه که میگم با تمام وجود باور دارم. بازنده شما هستید. چرا؟ فقط سر دماغتون نگاه. حقایق رو نمیتونید درک بکنید. نمیتونید درک بکنید. میهم پرستی که جان در راه باورهای خودش میگذاره هرگز نیازی به 10 میلیارد نداره که 10 پشیز هم برای من بی ارزش. شما فکر میکنید من با این جوان نادان که من رو به این راه کشیده همکاری کردم؟ خواب خوش می‌بینید. به هر حال جناب قهرمانی، اونچه که شایسته، برازنده و بایسته یک سرباز میهندوش و آگاه بود در این دادگاه به دادگاهیان گفتم و افتخار میکنم، سربلند هستم که این بخشی از کارنامه جنگ من با دستگاه انسانستیزه، چه باختم، چه خوابم، چه همه دستم در کاران بازرگانی با تروریست‌های حاکم بر کشور من هستم. نه تنها شرمنده نیستم، بلکه بسیار هم سربلند هستم. امیدوار هستم این پاسخ برای شما و برای همیهنانم بسنده باشه و یا بگو این فلانی فلان شد زندان رفت، چی بهتون اضافه میده؟ بیایید حقایق رو پیدا کنید، بیایید ببینید درد کجاست. جور دیگه فکر. درود بر شما. سپاس. درود بر شما. جناب دکتر، کم کم داریم به پایان وقت نزدیک میشیم، اما پیش از که زمان ما به پایان برسه من هنوز پرسش دارم.
من در خدمت شما و بینندگان خستتون نمی‌کردم. هرگز اینجا گرمه. سرباز با واژه خستگی حرارت بسیار زیاد این رفتکنه داره اذیت میکنه. سرباز با واژه خستگی. سپاس از مهرتون و این پاسخ بسیار بینندگان گرامی. ببینید من بدون اینکه هیچ غرض و مرض جناب دکتر رو ازشون خواهش کردم پاسخ بدن، چون به هر حال این توانایی رو درون ایشون میبینم که یک انسان فریخته و تحصیل کرده هستن و میتوانند مفید واقع بشن برای نسل‌های آینده ایران و برای آینده ایران. و حیف هست ازشون که این استفاده از ایشون برده نشه. من حتی با خود ایشون صحبت میکنم و همین حرفایی که جناب دکتر دارن برای بینندگان خدمت شما عرض کردم. واقعا حیف از شما و واقعا هدف منم همین هستش و مطمئن هستم اگه من چیزی رو مطمئن نباشم اصلا کلا مصاحبه یا گفتگویی رو انجام نمیدم. و جا داره قبل از اینکه اصلا ما بخوایم برنامه به پایان برنامه نرسیدیم، سپاسگزاری ویژه من از پیروز حسینی زاده یار خوبم که به هر حال تو اتاق فرمان گاهگاهی ما رو یاری میدن. امروز متاسفانه به خاطر تعمیراتی که تو استودیویی که ما داریم اومدیم یه جای موقتی رو به هر حال نشستیم و داریم این گفتگو رو انجام میدیم. جناب دکتر شما خب اینطوری که ما صحبت کردیم با هم دیگه، من جناب عالی رو و خیلی کسان شما رو به عنوان یک متخصص ادیان میشناسم. دایی تخصص ندارم ولی خب دین‌ها رو مطالعه کردم. بله مطالعاتی داریم که خیلی نداره. به هر حال من مطالعه کردم صرفا به خاطر اینکه روزی بتوانم در ایران جاودانه و ماندگارم پاسخی برای دستاربندان ردابردوش داشته باشم که بگم شما سر سوزنی از ایرانیگری بویی نبردید با اون دستارتون و با اون دستک و دنبک و حالا اجازه بدید من پرسش از جناب بکنم. ببینید الان ما 1400 سال این اسلام در اون کشور داره و شیعیگری رو که البته زیاد اونطوری به 1400 سال نمیرسه. نظرتون کلا به عنوان یک کارشناس دینی که به هر حال به عنوان شما کشیش فعالیت کردین، دین یهودیت رو کامل میشناسین، باهایی رو و زرتشتی و دیگر پیروها یا چیزی باقی هستش. کلا راجع به شیعیگری و این حالا میگن افسن تئاتر، این تئاتری که آخونده تئاتر میمونا بازی درباره توی ایران به نام شیعیگری چیه؟ شاید یکی از کلیدی ترین پرسش هایی رو مطرح فرمودید که من باور دارم برای نسل جوان ایران که بالای 50 میلیون تن زیر سن انقلاب هستن بتونه سودآورترین پرسش باشه جناب قهرمان. ببینید فلسفه دین به مفهوم اخلاق و قانون تو انگلیسی دیواین پکیج میگه یا بسته روحانی یا بسته آسمانی، بسته‌ای که باورمند رو به آسمان وصل میکنه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم بینندگان ارجمند و جناب قهرمانی اینکه موسی پیامبر هست، پیامبر یهود هست، کتاب او تورات هست، خداوندی که او در کتاب معرفی کرده یهوه هست، پیروانش هم یهودیان جهان هستند. این مجموعه دیواین پکیج یهود هست. در مسیحیت مسیح خداوند پیام‌آور هست، پدر آسمانی پیشوای او یا پدر او یا خداوند هست، کتاب او فرضیات او انجیل هست که بخشیش رو خودش نوشته، گفته های او هست و بخشیش رو حواریون و دیگران نوشتن و پیروانش این دیواین پکیج مسیحی هست. در کیش زیبای پارسی که آموزگاران جهان اشور زرتشت اسپنتمان پدر بزرگ جامعه ایرانی که دنیا به او مفتخر و سربلند هست آفریده، قادهای زیبا هست که پس از اون یشت و وندیداد و اوستا و خورده اوستا شیخ‌های پسینش هستن. خود زرتشت پیامبر هست، پیروانش. این هم دیوان پکیج آیین زرتشتی. در اسلام هم فرض کنید دیوان پکیج به محمد پیامبر الله که الله خداوندش هست، محمد پیامبرش هست،
قرآن هم کتاب مکتوبش هست و پیروان اسلام هم مسلمانان هم این هم دیواین پکیج اسلام فرض کنیم. این تعریف خیلی ساده دینشناسی و دین به این مفهوم که کجا و چگونه به آسمان گره میخوره و فرامینی که پیامبران در کتاب هاشون دادن دست نخوردنی هست تا ابدالآباد، تا پایان جهان. فرض کنیم این دیواین پکیج در اسلام در قرآن چنین پیش بینی کرده که اصولی که محمد پیامبر عنوان کرده پسر عبدالله و آمنه 3 اصل هست. این 3 اصل هستن: توحید، یگانه بودن الله; نبوت، پیامبر بودن محمد; معاد، بازگشت مسلمانان به سوی الله برای داوری پایانی. این دیواین پکیج محمد میگه هیچ آدمی نباید به اون دست بزنه که دیوینیتیش رو از دست بده، ارثی زمینی بشه. در تشیع چه اتفاقی افتاده؟ جامعه ایرانی پس از اینکه در یک جنگ ناجوانمردانه به تجربه ناجای مزدکی من توصیه میکنم به شما ارجمندانم این کتاب رو حتما بخونید. برای نخستین بار در تاریخ 1400 ساله اسلام نوشته شده، چکیده 10 کتاب محققین پژوهشگران اسلام از آغاز از البلازری و الماوردی و ابن سعد و ابن هشام و ابن بابویه و ابن بطوطه تا بیاد مستشرقین دیگری مثل کایتانی و نمیدونم کوربن و هنری نسیمیان و اولی نسیمیان، نمیدونم تمام پتروشوفسکی و برناردویش و دیگر. این دیواین پکیجی که به این کیفیت در قرآن آمده و اصولش سگانه است و شهروند ایرانی با فریب ناجای مزدکی تشیع رو در ایران ساخته با کمک ابن عبدالله صالح یهودی که به مزدوری ناجا برگزیده شده. آخه خیلی سوال میکنن چطور شد ارتش بزرگ و مقتدر دنیا جلوی یه مش پاورنه عرب شکست. ناجا رو بخونید تا فلسفه‌شو پیدا کنید، تا حقایق تاریخی رو پیدا کنید. بزرگترین ارتش جهان در برابر یک مش پاورنه چرا تسلیم شد؟ چطور شد؟ چه اتفاق تاریخی؟ چه حقه ها و نیرنگ های شبیه اونهایی که در مفروشات و گونه دیگری گفتن ولی در ایران گونه دیگر عمل کردن 1400 سال پیش این اسلام راستی چه ها که با ما نکرد. ما ملت شکست خورده برای اینکه ملیت خودمون رو زنده بکنیم از دین حاکم بر کشورمون یک مترسک ساختیم و اون مترسک رو با آموزش ناجای مزدکی اسمش رو گذاشتیم پیروان پسر عم او، پیروان شیعه، پیروان علی، شیعه علی شدیم. در درازای زمان سعی کردیم این بزرگترین، نیرومندترین، کاراترین، ورزیده‌ترین شاخه اسلامی رو که امروز کم و بیش 150 تا 180 میلیون تن هستند در برابر 1 میلیارد و 300 میلیون کم و بیش سنی و امروز آقای خامنه‌ای معتقد هست که سرور ملت ها، سرور مسلمان جهان هست. چه خیال خوش به حال شما آقای خامنه‌ای و همکارانتون. این رو ایرانی ها به وجود آوردن تا از سیطره بیگانه در خانه، از چیرگی های بنی امیه، از خلفای راشدین و سپس بنی امیه راحت بشن. بزرگترین دلیلش این است که 3 تن از خلفای راشدین، عمر و عثمان و علی رو 3 تن سردار ایرانی گردن زدن. بعد از اون بنی امیه رو یک سردار ایرانی سیح‌جامه روزبهان خراسانی به پروندهش رو بست و بنی عباس رو به جاش گذاشت و منصور گردنش رو زد با یک دست به هم زدن. این نیرنگ در جامعه تازی حاکم بر ایران همچنان بود تا با تفکر شیعه آدم ایرانی خواست این بیماری رو درمان بکنه. از بدنه اصول 3 گانه یه اصول 5 گانه ساخت. مفهوم چیه؟ ارثی پکیج جای دیواین پکیج رو گرفت. یعنی اون 3 اصل آسمانی توحید و نبوت و معاد، 2 اصل زمینی امامت
و عدل بهش اضافه شد که تشیع نیرو بگیره و اصول سگانه اصول پنجگانه شدن. ولی آیا ریشه این دو اصل تازه‌ای که رهبران شیعه که آرزوشون این بود که ایرانی رو از نکبت زیر دست ماندن، عجم خوانده شدن، موالی خوانده شدن، نادان خوانده شدن تازی برای اون رها بکنن، آیا به راستی این دینی بود؟ به راستی اخلاقگرا، درشتگرا، انسانساز، مشمول کرامت انسانی میشد؟ نه. این یک مفری بود، یک فرارگاهی بود برای اینکه آدم ایرانی رو در نسل‌های آینده بیدار بکنه تا از این بیگانه پرستی رها بشه. بنابراین دیواین پکیج اگر در اسلام و سنت بر اساس داده محمد در قرآن 3 اصل باشه، در زمین شیعه 2 اصل به او اضافه کرد که اینو خرابش بکنه. افری پکیج زمینی شد، یعنی یک حزب سیاسی شد. برادران و خواهران، فرزندان خوب ایران زمین، که امروز من و یکایک شما بتوانیم این حزب سیاسی رو آزادانه با ابزار خرد، با کارد تیز بینایی و بینش و بینشگری بیوسی کنیم. این دومن چرکین و این حزب سیاسی رو از فرهنگ کشورمون برای همیشه بزراییم که بتوانیم زنان و مردان سربلندی در خانواده جهان باشیم. سپاس. چطور دکتر، کم کم داریم به پایان برنامه‌مون میرسیم. خیلی کوتاه و مختصر اونجایی که باید جناب عالی امکان داره، تقریبا چیزی حدود 7 دقیقه ما وقت داریم، زمان داریم. من می‌خواستم البته میگم پرسش‌ها زیاده ولی مجبور میام مقدارشو فاکتور بگیرم متأسفانه. ضعف اپوزیسیون و ناتوانیش من خواستم این میذارم به شما بحث کنید. اصلا کلاً آیا این اپوزیسیونی که خودش اپوزیسیون میگم که خود منم جزئی از اپوزیسیون هستم، ضعف و ناتوانی داریم، یا اپوزیسیون گروه مرزی یا درون مرزی که هنوز بیش از 36 سال از عمر ننگین جمهوری اسلامی میگذره و آب از آب تکون نخورده. بله، ما یه روزی بیاییم از خودمون بپرسیم اپوزیسیون کیا هستن؟ اپوزیسیون یعنی چی؟ ما چه چیز رو اپوز میکنیم که اپوزیسیون خواندیم؟ پوزیسیون کیا هستن؟ نقش ما در برابر پوزیسیونی که در تهران نشسته و به کشور من حکومت میکنه چیست؟ اپوزیسیون رو اون چی که چپش هست، اون چی که مجاهدش هست، یک پاسخ دیگری در این زمینه میبایستی براش داشته باشیم. اون چی که راستش هست، در فرق گوناگون، در شاخه‌های گوناگون، در داد و ستدهای گوناگون چیز دیگری تعبیر بکنیم. اپوزیسیون به مفهوم راست همیشه آن سوی میزینش بوده، هرگز این سوی میزی نبوده. یعنی هرگز جنگ با یک تشکیلات مخالف در کشورش رو بجز ارتش و نیروهای مسلح هرگز نیازمیده. این مسئله رو دانسته باشیم که ما فرهنگ پیکار رو اصولاً به عنوان اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی هرگز سرشته در خونمون، در وجودمون نداشتیم، هرگز این کاره نبودیم. دو، اصولاً فرهنگ هماهنگی، فرهنگ کار گروهی در میان ما در حد بیماری قابل انتقاد هست. یعنی ما هرگز نتوانستیم کار گروهی به مفهوم انجام یک عمل بکنیم. این است که در فرازهای گوناگون، در روندهای گوناگون، در رخدادها و رویدادهای رنگارنگ در درازه 36 سال هرگز نتوانستیم اپوزیسیون راست، منظور من بیشتر هست، با هم اون تفاهم بایسته رو داشته باشیم تا کار رو با دشمن خانگی یکسره بکنیم. اپوزیسیون چپ هم گویی که از ما ورزیده تر هست ولی گرفتار همین بلیه هست. دستگاه مجاهدین خلق نصفی سیاه و نصفی سرخ هستن، از همه بدتر و خون صدها هزار تن جوان همیهن ما به گردن اونهاست که روزی اگر توفیق باشه در مملکت همه بتوانیم آزادانه تنفس بکنیم، دم و بازدم متمدنانه داشته باشیم، اونها پاسخگوی خون ده‌ها هزار جوانان همیهن ما هستند. ولی اونچه که شایسته اهمیت هست این است که تاریخ ایران زمین تاریخ ویژه‌ای است که مردان و زنان خودش رو در بستر خودش، در دامن خودش پرورده. امید رو هرگز نباید از دست بدیم، همیشه امیدوار باشیم. روند روزگار به سود مردم میهن‌دوست ایران، چه چپ، چه راست، چه میانه،
چه سرخ چه سیاه، همه عمل خواهد کرد. ما بیگانه رو از خانه خودمون برای همیشه خواهیم راند و ایرانی رو یک بار دیگه به ملتمون پیشکش خواهیم کرد. این رو من روشن‌تر از آفتاب می‌دونم و اون اعتقاد و ایمان دارم. چرا؟ تا روزی که من به نام یک سرباز در این میدان جنگ هستم، من هرگز پس نخواهم نشست، من هرگز خسته نخواهم شد و من میدانم، روشن‌تر از آفتاب میدانم که چون من سربازهای کوچک در ایران فراوانم، در برون مرزها و در درون مرزها روزی دست‌ها رو به هم خواهیم داد، پشت‌ها در پشت، تا کار رو با دشمن خانگی یکسره بکنیم. پهلوی سپاس ویژه‌ای از شما جناب دکتر دانیل دانا که زحمت کشیدین و تشریف بردین به کشور اتریش بیان و این گفتگو رو انجام دادیم. بینندگان گرامی، پیش از اینکه من به شما به درود گفته باشم، این آقایی به شما من خواهش در اصلاحاتی که داشتم از ایشون از جناب دکتر کردم که اگر پرسش هایی دارید برای از طریق چیزی که ما توی سایت شما میزنیم برای شما ایمیلمون رو برای ما بفرستین، جناب دکتر با کمال میل پاسخ خواهند داد و با آرزوی تندرستی برای شما همیهنان گرامی کم کم این برنامه رو ما به پایان میرسونیم. جناب دکتر، ما یک دقیقه وقت داریم. پیامی که شما اگه دارید برای مردم ایران با پیام جنابعالی به پایان میرسونیم برنامه رو، خواهش میکنم در عرض یک دقیقه که بتونیم. به من اجازه بدید یک کم بیشتر از یک دقیقه داشته باشم. من بهدینی رو در تفسیر بهایت نوشتم، رسانه‌های گوناگونی که بعداً آقای قهرمانی به شما نشون خواهند داد در مهر و دوستی نوشتم. کتاب زنده یاد دکتر بندیداد و گلشن شیرازی رو ویراستاری کردم. زندگی نخستین بانوی ایرانی در اسرائیل که مقام شهرداری شهر اوفکیم رو دارا بودن نوشتم و ده‌ها کار دیگه. مثلا این هم بخش دیگری از فعالیت‌های جنبش مهردوستی هست. در مسیحیت ریشه‌های آیین رو نوشتم یا کارهای بسیار دیگر. ولی اون چی که من به شما جوانان خوب کشورم میخوام بگم، در شماره 27 مهردوستی که در سال 2012 نوشته شده، یه تکه کوچکی از اون رو به عنوان پیام آخرم به جوانان ملتم، به اون 50 میلیونی که تشنه و گرسنه آزادی هستن میگم. تا انگیزه دگرشده بیچون و چرا در درون جنبشی فراگیر زبان نکشد و روان تشنه باشندگان جنبش هوس گوارای پیروزی را در خود نپرورد، باور به آرمان ریشه نخواهد گرفت و هنر سازماندهی باروبری آبدار و شیرین نخواهد داد. آرمانی پخته که از نیرویی بایسته برخوردار شود به گلوله برفین سر کوه میماند که هرچه فروتر آید شتابانتر و توفنده‌تر خاشاک میانه راه را از سر بردارد و همه بازدارنده ها را دانه دانه در خود در نوردد تا به یک باره چون کوهی دوژم بر سر گله ناباور فرود آید. به گرد آوردن مایگانی باید اندیشید که دستمایه پیاده شدن آن هنر و این آرمان در پهنه پیکار خواهد شد تا گواه روزگاری نو و روشن‌تر از دیروزمان در خانه خوب من باشیم. چون این باد. سپاس از شما آقای قهرمانی و سپاس از گرامی. من نمیدونم چقدر دیگه الان زمان هستش، الان چیز زیادی اونجا نداریم، ولی امیدوارم که این دوربین داره میگیره. این دوربین ما الان داریم و به شما به درود میگم. سپاس از جناب دکتر که واقعا منو با پرسش‌هام تحمل کردن و سپاس از همکاری‌های شما و شما مردمی که ما رو میشنوید و به امید همکاری‌های آینده و ساختن ایرانی بهتر فردا. بدرود.